سلام برادر و خواهر عزیز و مهربان. امروز خواستم یک برنامه درباره از زندگی بگیم. داغ روزگار زندگی، مشکلات و غم و درد زندگی. امروز توجه کردیم برادران درباره یک محبت از زندگی سخن بگوییم. اگرچند علمی کم هم داشته باشیم، امروز در آینه نیوگون در برنامه ها و گازیته ها از فساد زندگی بسیار میبینی. امروز نگاه میکنی بعد ازدواج پسر با همراهی دختر اندک زندگی نکرده به فساد میکشند. یعنی طلاق بسیار میشه در جامعه اسلام. امروز به چند هزار رفته است. پیغمبر علیه السلام میگه هر یک فتنه و هر یک بلایی را که پنهان باشه فقط ضرر او در همون انسان میرسه. وقتی آشکار کشید پیش نگیری به همه جامعه میرسد. امروز همه فتنه و همه بلا آشکار شدگیه. مقصد به همه جوان پسر همه جوان دختر رسم آیین شدگیه. به همین خاطر برادر عزیز، خواهر مهربان، این صحبت من خاصه برای شما است. اگر شما عقل کامل داشته باشید، پیش از اینکه میخواهی به زندگی آغاز کنی، عائله برپا کنی، اول زندگی را بیاموزی که زندگی چی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با همراهی زنهای خود، مادرهامون چگونه زندگی میکرد، دوستای خدا با همراه زنهای خود چگونه زندگی میکردن، بیاموزی. به چه خاطر پیامبر میگه علم شریعت برای مرد مسلمان و زن مسلمان فرض است. به همین خاطر که امروزه علم فساد پیش گرفتن. یک جوان یک دوست پیش من آمد قصه کرد به آب دیده. گفتم برادر چرا آب دیده داری؟ گفت الحمدلله و المنه. گفت من خردسال بودم مادرم از دنیا گذشت. گفت من پدرم کلون کردگی، مثل یتیم مهر مادری را دیدگی نیستم. وقتی که به وایه رسیدم گفت میخواستم عائله برپا کنم. گفت آمدم در مهاجرت کار کردم، رفتم میگه زندگی برپا کردم، مقصد زن گرفتم. الحمدلله و المنه از زندگی ما 2 سال گذشت، صاحب 2 فرزند شدم، 2 بچه خداوند برمون داد. بعد 2 سالی که 2 فرزند برمون داد میگه خداوند زندگی من باز مشکل کرده، میگه به مهاجرت آمدم. وقتی به مهاجرت آمدم میگه کار میکردم در مهاجرت بسیار خبرهای ناخوش شنیدم. برادر عزیز، خواهر مهربان، این حیات، این قصه ای که من میکنم از حیات یک جوان که شیدگی است. من برای شما افسانه نقل نکردم، خوب توجه کنید. میگه بعداً وقتی که تماس گرفتم که چی فتنه ها و چی گپ خبر است، میگه زنم با همراهی من صحبت های ناخوب کرد، جنجال کرد، کودک را گرفت از خانه برآمد رفت. میگه وقتی که من پرسان کردم چی گپ خبر شده است، فهمیدم میگه که بچه همسایه در ناموس من خیانت کرده است. میگه خواستم با اون جوان تماس بگیرم، میگه اون جوان با من تماس گرفت. میگه به شدت خیش صحبت کردم که به همه کارهای کرده خود جواب میگوی. میگه جوان گشت در جوابم گفت زنی تو میگه خودش به خانه آمد، میگه در خانم درمد، میگه با همراهی من خواه رفت. نعوذ بالله، خدا پناه بده. الله مهربان زنها و مادرها و خواهرای ما را هدایت کنه از این بلا. به همین خاطر برادر عزیز، این فتنه و این بلایی که هست اگر ذره در وجود من تا ایمان باشه، من بیدار میشه که باید توجه به اسلام کنیم. اسلام غریب شدگیه. زندگی یک بازیچه دستی بچه مسلمان و دختر مسلمان است. به همین خاطر پیامبر جوانها را میگه ای جوان، شما زن به 4 چیز انتخاب میکنی: با مالداریشو، با نسبداریشو، با زیباگیشو، با دینداریشو. من شما را امر میکنم ای جوان امتی من، تو زن دیندار بگی، زن دیندار، زن مسلمان دستت را بالا میکنه. پیامبر میگه و همچنین دخترها را هم پیامبر توجه میکنه، میگه ای دختر جوان، ای صاحبای دختر، وقتی میخواهی دخترت شوهر بتی، در بچه بتی که مؤمن مسلمان باشه، در بچه فساد نتی، زیناکار، عرق نوش و گرچی که دیگر بنگی و فساد حرامکار نتی که تو فسادی دخترت برپا کرده، تو قطع رحم کرده، مهر و محبت بین خود دختر تا بریدگی که تا دختر تا به یک جوان نااهل ناانصاف میتی. به خاطر که بسیاری جوانای پلیدی هستن در اینجا اومدن زنا میکنن، حرامی میکنن، توجهی به زنها و به فرزندای خود ندارن. خدا پناه بده.
به همین خاطر برادر عزیز، خواهر مهربان، به این صحبتی که من میکنم، پیش از این که میخواهی عائله برپا کنی، اول تو توجه کن که زندگی چیه، طلاق چیه، نکاح چیه، احترام زن شوهری چیه. پیامبر میگه بهترین حق بر بالای جوان حق مادرش میسه و بهترین حق بر بالای زن حق شوهرش میسه. امروز جوان مسلمان زنش طلاق میکنه، میگوی برای چی طلاق کردی؟ میگه زنم بسیار من نسبت خوبی ما با مادرم بیزیب کرد، به همین خاطر طلاقش دادم. اون محبتی که مادر به فرزند داره، زن حق نداره که در او دخالت کنه. اینا خوب توجه کنی. هر چی در دنیا کردی او را در آخرت میگیری. زندگی پستی و بلندی داره خواهرای عزیز، همه زندگی مشکلات داره. من در صحبت‌های پیشین از زندگی پیامبر به شما امر کردم، همه زندگی به خود مشکل داره. نکی زن مسلمان باید به همش طاقت کنه، به همش زندگی خوب از پروردگار خود طلب کنه.